خیمه بی تردید و بی شک، آخ عمود خیمه بی تردید و بی شمک، زده بر سقف این استبر جفتم. هایی که گفته در سخنرانی این بابا ای داماد، نباشد مشکل ما بم شمک. های بنازم شامش را بو کشیده، این که مشکل هست پنهان زیر پوشک. ای داد بیداد، ای داد بیداد. پیف بابا تو هم. حالا او یه چیزی گفته تو چرا شعریش میکنی؟ باشه اشتباه کردم، شعریش کردم. شما چرا تصویریش میکنی؟ اگه قرار باشه همه کار مقام عظما رو به تصویر بکشیم که چیزی از نظام نمیمونه. ولی این یکی با همه کارهای دیگه نظام فرق میکنه. این دیگه آخر خط کشف مشکله. ولی خودمونیم. از این بابت حرکت عظما خیلی مسئله حل کن بود ها. نظام از گیچی در برد. تا حالا این علامت سوال همش دور میچرخید، ما رو هم با خودش میچرخوند که بالاخره ریشه بدبختی کجاست. یه روزی گفتیم تو بازاره، یه روز دولت روحانی، یه روز 2 تا وزیر، یه روز جنگ روانی. الان بالاخره رسیدیم به قلب مشکل که پوشک بوده. نه دیگه، دیدی استراتژی نیستی؟ الان نظام و پوشک هم رد شده، اون یکی مونده به قلب مشکل بود. همه نق میزدن مینداختن گردن عظما. این نامردا رو بابا بی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه گفتن چرا گردنت بود گند میده. گفت هر کی گنده کاری میکنه میندازه گردن من. ولی مقام عظما با زرنگی جا خالی داد و همه رو انداخت گردن پوشک. البته عظما انداخت گردن پوشک، ولی الان تو نظام میگن که تو پوشک نیست، تو عمامه خودشونه. پوشک؟ خجالت بکش بابا تو. مگه با مقام عظما شوخی داری؟ مشکل دارم میگم تو عمامه خودشونه. از برجام تا لو رفتن اون دیپلمات مشنگ که با بمب گرفتنشو دیگه نمیگن زیر نظر عظما بوده، میگن زیر سر عظما بوده. ولی حیف شد. یه موقع اقلا اگه وضع اقتصادمون داغون بود ژست میگرفتیم که به خاطر موشکه. الان با چه روی بگیم به خاطر پوشکه؟ اصلا ما چقدر بچه پیش فعال داریم که اینقدر پوشک مصرف کنن که اقتصاد مملکت رو به این روز بندازن. من خیلی ناراحتم آی دکتر، دندونم داره گزگز میشه. برنامه آبدار خودمون رو با بحث پوشک آوردم گذاشتم رو میز شما دکتر. مگه به اسم حالا این اومدن که اینو نگیم اونو بگیم به ما نیومده. حکایت مشنگه است که تو پروفایلش نوشته بود غذای مورد علاقم فقط استیک ریزوتو با اسپاگتی بولونزو با یک کمی خاویار. بعد خبر آوردن که یه نظری میدادن قابلمه یکی قرده تو سرش الان 3 روزه تو کماست. آیه دکتر این چه کاری بود که دوباره زور زدن روحانی رو کشوندن به مجلس که استیضاح بشه، دوباره وسط راه کوتاه اومدن و گفتن سوال داشتیم و سنبل کردن. بالاخره یا اونوری یا اینوری دیگه. اینم یه مورد دیگه از همون بحث اره که عظما روش نشسته تا میگی هی نگو، نمیتونه بره جلو نمیتونه بیاد عقب، میخواد طرفو بیاره بگه همه چیز زیر سر اینه. ولی اگه شلوغ پلوغ بشه از دست در بره این وسط یه سری دست بس رو بشه اون وقت اوضاع ناجورتر میشه. بعد دوباره باید کوتاه بیاد تا تهش نمیتونه بره. مگه ندیدی اون ظریف هم خودش واسه عظما لوس کرد ولی همون موقع گفت همه چیز زیر سر خودشه. آیه دکتر این سناریو که تکراریه که مگه مقام عظما اون دفعه سر سوال از 2 تا وزیر نگفت نباید میکشونینش به مجلس؟ خب دوباره همون بدبختی میشه که. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که دکتره خواست به مشنگه پنیسیلین بزنه، شک کرد که این حساسیت داشته باشه، پرسید قبلا پنیسیلین زدی؟ مشنگه فراوون. خیال دکتره راحت شد، پنیسیلین رو که زد طرف افتاد به تشنج، داشت از دست میرفت، با بدبختی نگرش داشتن. دکتره گفت تو که گفتی قبلا پنیسیلین زدی؟ مشنگه گفت خب آره هر بارم که میزدم همینطوری میشد.
روشن شد یا بفرستمت یه پنیسیلینی بهت بزنم. ولی آقای دکتر من میگم بالاخره مرگ یه بار شیون یه بار، مقام عظما باید قاطعیت نشون بده، وگرنه پشت سرش که سهله تو روش وامیسن و میگن پشمی به امامش نمونده. ناکس بیرون گود نشستی میگی نسخه میپیچی که لنگش بکنه. کی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن استاده سر کلاس گفت میخوام امتحان بگیرم. همه دانشجوها اعتراض که آقا فرصت نکردیم بخونیم، به خدا بلد نیستیم، وقت نداشتیم اینا. استاد داشت رأیش برمیگشت که یکی با قاطعیت بلند شد گفت بگیر استاد. هر کی میخواست بخونه وقت بود. خلاصه استاد امتحان رو گرفت. وسطای امتحان همون یارو که یه حرفا رو زده بود پای شد برگرد سفید داد رفت بیرون. استاد گفت پس چرا برگرد سفیده؟ یارو گفت من اصلا مال این کلاس نیستم و فرار کرد. آیه دکتر من میخوام پیدا کنم این بدبختی ها رو کی به سر مقام عظما آورده. شما راه نمیای، ترانه میخونم میگین پیف پیف پیف، سوال میکنم میگین ورقه سفید میدم و در میرم، تحلیل میکنم شما جاکش میکنید. پس خودتون میگین مشکل رو کی ریخته رو سر این عظمای بدبخت؟ ایشی بابا من هنوز اسم اونی که مشکل رو آورده رو سر عظمای بدبخت ریخته نیاوردم. تو داری ورقه سفید میدی در میری. حالا اسمش هم بیارم اون وقت باید دیگه خودم اینجا بذارم در برم. کی وایسه براتون بحث خود وایسه چی پس ما اینجا نشستیم بابا گل لغت میکنه بره مقام عظما. آخه مقام عظمای بدبخت